سوال از فیسبوک از روجانی اسلام. السلام علیکم استاد. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. لطفاً به من فهمونید آیا فریلنس کار کردن حلال است یا حرام؟ سوال این است که آیا فریلنس کار کردن حلال است یا حرام؟ فریلنس معنای آن را دارد که تو یک کاری را آزادانه اجرا میکنی، یعنی تو کاری دائمی نداری. هستند کارهایی که دائمی میباشند. مثال تو کار میروی از ساعت 9 تا 5 و یا از ساعت 10 تا 6 هر روز. این کاری است که دائمی و دراز مدت است. کار همچون فریلنس معنای آن را دارد که هر کسی میتواند تو را به یک مدت محدود به کار گیرد. مثال برای یک ماه، برای یک هفته، برای یک چند روز و حتی برای یک چند ساعت. همین طور فریلنس معنای به کار گرفتن یک شخص در شکل نه همه وقت دائمی را دارد، یعنی کاری دائمی نیو بلکه کاری موقتی می باشد. این می تواند برای یک چند ماه باشد، برای یک چند هفته، برای یک چند روز و یا برای یک چند ساعت. پس همین کار همچون فریلنس نامیده می شود. مثال او کارگری دائمی نیست بلکه کارگری فریلنس است. او می تواند یک ماه یا یک چند روز کار کند، شاید یک روز در یک ماه یا یک روز در یک هفته. این فریلنس نامیده می شود. همین طور فریلنس در اساس خود حرام نیست، ولی کاری که تو آن را اجرا میکنی باید حلال باشد، باید موافق شریعت اسلام باشد. اگر تو کاری حلالی را در فریلنس اجرا کنی پس این کاری حلال حسابیده می شود، ولی اگر تو کاری حرامی را در فریلنس اجرا کنی پس این کاری حرام حسابیده می شود. برای مثال تو همچون فریلنسر نوشاکهای اسپرتی فروشی، پس این کارت حرام است. اگر طریق فریلنس تو مواد مخدر پهن کنی، خوب، وقتی که نوشیدن و یا استعمال کردن میخواهی هرگاه به من زنگ میزنی، مثال در یک هفته یک بار، و من این چیزها را برای تو مهیا کردن میگیرم، این هم حرام است. وقتی زنگ میزنی برای نوشاکی های اسپرتی، من آنها را برایت میفرستانم، این هم حرام است. اما تو میتوانی بگویی خوب من همچون فریلنس کار میکنم، اگر در شعبه بوغالتری حسابات دادن خواهی من میآیم این را اجرا میکنم، چون فریلنس کار میکنم، یک روز در هفته، 2 روز در هفته تا به یگان معما. اگر حسابات داشته باشیم و تجارتی حلال باشد و اگر تو بیمار شدی میتوانی طبیب را فریاد کنی تا او آمده داروی را تعیین کند. همین طور اگر خودی کار حلال باشد، یک قاعده شریعت را ویران نکند، پس این کار جایز است و همچون فریلنس کار کردن حلال است. ولی اگر این کار از روی شریعت اسلام ممنوع باشد پس این حرام است. فریلنس در اساس خود حرام نیست، ولی کاری که تو طریق آن انجام میدهی باید حلال و جایز باشد. نباید کاری حرام باشد، نباید با یگان کاری حرام علاقمند باشد، نباید به منفعت ریباخوری ربط داشته باشد، نباید به کارهای حرام به مثال نوشاکی‌های اسپرتی، گوشت خوک و غیره علاقمند باشد. اگر این به نشانه‌های حرام علاقمند نباشد پس در عموم این جایز و حلال است. امیدوارم به سوال شما جواب دادم.